همیشه موقع حمل و نقل یا ارسال بار یه سری از جعبه‌ها گم میشه یا جا میمونه. داخل همه کشورها مغازه‌ها یا سایت‌هایی هستن که این وسیله رو به صورت جعبه با قیمتی متفاوت میذارن برای فروش. و حالا امروز ما چند تا از این جعبه‌های گم شده مردم رو از قیمت 100 تومن تا 1 تومن خریدیم و می‌خوایم با هم بازش کنیم و ببینیم داخلش چیه. پس تا آخر با ما همراه باشید. و حالا ما برگشتیم با کلی باکس های جامونده و گم شده. از اونجایی که خیلی استقبال کردیم ما گفتیم چرا که نه بریم کلی براتون جعبه بگیریم. خب از این بعد زرت و زرت آنباکس داریم باشه. آره اول از همه ویدیو لایک کن، چنل جدید سابسکرایب کن، بدون معطلی بریم که جعبه رو بگیریم. بچه‌ها اول کدوم باز کنیم؟ جعبه داریم از 100 تومن تا 1 تومن. خیلی ذوق دارم برای اینکه امکان داره توش خوراکی باشه. نمیدونم چه خیلی خوشم. نه دیگه خوراکی کجاست آخه؟ که باشن دیگه تاریخش گذشته و اصلا به در نمیخوره. داریم اول کدوم باز کنیم؟ اول اینو باز. اول بزرگه رو باز کنیم چون بره کنار. اصلا میگم کادر رو گرفته. اول از همه اینو باز می‌کنیم. تو یکی از این جواب فقط مثلا وسیله برقی، شارژر، گوشی میشه بری پایین. اصلا اونجا که ما معلوم نمیشه. آره میذاریم اینجا دوندونی میاد. چقدر پره. کاغذ این جعبه رو از همه گرونتر خریدیم ولی چیزای باحالی داخلشه. اینا چیه؟ اینا رو ول کن. این یک عدد محافظ هستش. مطمئنی؟ آره دیگه. نمیدونم برای چی می‌خواستیم محافظ. چرا برق‌کار بود؟ چهارراهی. چه خوب. چرا کاغذ توشه؟ مثلا محافظت کن ازشون. اون وسیله خونه است. پلاستیک زباله. این برای چیه؟ برچسب نمیدونم. کلا این باکس کنم وسیله های دستمال. یکم خاکی هم بچه‌ها. دوباره آشغال. خب بچه‌ها اینجا ما یه دونه چراغ دستی ها داریم. چیه؟ چراغ قوه؟ اینا فکرم قیمتاش خوبه. وای بچه چیزای خوبی این آویزه میشه. چرا چیزای برقی بود؟ باید شارژ بشه اول فکر کنم. آره روشن نمیشه. واسه برای من. مردونه باشه. دخترونه. نارنجی که مردونه بشه. چه خوشگله اسکل تو چاقی. اینا سایز تو نیست. به من میخوره. وای بالا واسه جالب شد. خب این شلوار برای من. اونجا که تو خیلی اینو چاقی. ببینم. خفه شو بابا اندازه خودمه. خوشگله بچه‌ها ببینیم چیزایی داشت واقعا. حیف نبود این گم شد گیر ما افتاد. این آها این کیسه جارو برقی. من شاید کیسه یک بار مصرف جارو برقی یک عدد کیسه زباله. اوه خب شکستنیه فکر کنم این. خیلی هم زشته. دیوانه بچه کوچولوی قربان. ببینم خوبه. بچه من صحبت این آب میخورم. چقدر خوبه اینا. چقدر چیزای باحالی توش داشت. خیلی ذوق کرده. چیز سنگین. ولی خیلی جعبه خوبی بود. این گرون فروختن دیگه لعنتیه. چه خوشگله. من نشون بدم به بچه‌ها. بچه‌ها قندونه. خوشگله. این روز تولد نصیب بدم بهش. یک عدد دیگه قندون. قندون نیست ولی چیز شکستنیه چون توی از این فیبراست. ظرفه. بچه‌ها نشون بده. بخونم کن. ببین چقدر خوشگله. بخونم روش چی نوشت. از ایناست که توش میتونی خوراکی بذاری. این جعبه دیگه خالی شد. بریم جعبه بعدی. بذار تو جعبه اینا. سری. الکی دارم به این حقوق میدم. اصلا کارش درست انجام نمیده. بمیر ماما. سبکه. این خیلی سنگینه. اول این. این باز کنیم. یوا. فیبره. چقدر شمال توشه. ببین منجلترین جنس انگشتر اصلا بدل میباره ازش. از تو دوربین معلومه بدله. آقا اینو من خودم میخوام به بچه‌ها نشون بدم. بچه‌ها خیلی چیزای بامزه توش داره. فلسفه از این ماسکاست. ماسک میزنن اینجوری به لب نه؟ محسن چی نمیدونه؟ این پدای تو خوبه کوچولو واسه آرایش و میکاپ. آخ چقدر کوچولوه. اینم از این ما. اینا لوازم بهداشتی تاریخش چند سال است ولی به احتمال 99% اینو فکر کنم تاریخ گذاشتن. بچه‌ها رژ. یک عالمه رژ. این نمیدونم چیه ولی بهتون نشونش میدم. ببینم. کرم کرم بچه. اسکول پچ زیر چشمه. چی بلد نیستی؟ نمیبینی اینو؟ چجوری میذارن؟
میدونی بذار بیا دو تا بذار. نه من اصلا تاریخ خرابه بابا داغونه تاریخ گذشتهش اینا. و چرا میگی بذار؟ یکیش له شده است بعد این چی؟ اون تو این بود؟ آره. چی هست ناموسن؟ چسب بینیه فکر کنم. چرت و پرت. مشخصه که این باکس واسه کسی بوده که عاشق لوازم بهداشتی آرایشی بوده. لاکای کوچولو. بچه اینو خیلی ذوق دارم گذاشتم آخر سر اینو باز کنیم. حتما لایک های ویدیو رو به 1000 تا برسونین که پارت دوم این ویدیو رو براتون بگیریم، چون خیلی میدونم که این ویدیوها رو خیلی دوست دارید. چقدر این چیزای محافظی میذارن تو. چیه؟ کیف. بچه کیف کوچولو. نوری یه نوری باید باشه فکر کنم. تو اتاق یه ذره نور داره. آره دیگه. خوندم. اسمی خیلی خوبه. دیگه تو چی نیست؟ روشن شد. در همین حد فکر کنم شارژ شده. سکته کرد. فکر کنم باید بزنیم شارژ. دوست دارم تزش کنم. خب اینو باز ارزون خریده بودیم. حتما تو کامنت ها هم بگید که کدوم از این جواب حالتر بود، گرونترش یا ارزونترش، بازم براتون بگیریم یا نه. چقدر ما خوش شد. وای من انقدر پازل دوست دارم. چقدر درستش کنیم. اصلا بازی داره تو. چرا برگشت خورده مثلا این گم شده؟ این خیلی چیزای باحالی توی اینه بچه ها. از اینا وایسا من اینو جمع کنم بدم. چقدر جورا. چرا با اینقدر جورا وای چرا باید انقدر جورا سفارش بده؟ بیچارهش کنم به دست خودش هم نرس. ببینم اینا چقدر باحاله. خیلی گوگولیه. چیز جالبی داشته بود. باز میشه؟ خیلی کوچیکه. قیچیه؟ قیچی و ناخونگی. برای کودکه. این کلا این باکس کلا برای بچه بود. بچه چرا من موچی نشاخته؟ واسه کدوم بچه بود؟ چقدر زیباست بچه ها این. چه کلیپ. سوسیست توست. بچه پاپت دوست دارن. این دیگه مالا. میزانش کنم من دست بزنم. خیلی خوبه. چرا چیزای باحال کیوت آدم تو مخلص. بچه یه دونه گل سر بود با یه دونه عکسش که بچه این برای من بقیه چی باید من پازل خیلی دوست دارم. کلا بازی فکری خیلی دوست دارم. خیلی دوست داشتم چیزای خیلی باحال‌تری توش پیدا کنم. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. من خیلی خوشحالم. من خیلی این ویدیوها رو دوست دارم. می‌دونم که شما هم دوست دارید. لایک های ویدیو رو به 1000 تا برسونین که بتونم کلی براتون از این باکس‌های گم شده بخرم. پس تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدافظ. اینم مال خودمه. چه تیکش نیست؟ اینم مال خودمه. اینو به دردمون نمیخوره بابا. ببین مثلا احساس کنم باکس آخرش خیلی چیزای بهتری تو. مهم نیست. اینو برای تو. اینم برای تو. اینم برای تو. بابا نکن دارم پانزه برای تو. اینا همه مال من. مال من.